سلام دوستان. یکی از دوستان چند تا سوالی در مورد یادگیری زبان فرانسه، تحصیل در فرانسه در رشته حقوق سوالاتی پرسیده بودن که من دوست داشتم که خیلی یه ویدیوی خیلی قشنگی بگیرم با یه بک‌گراند خیلی خوب و اینا، خودم هم بهتر، ولی فکر کردم که محتوا مهمتره و ترجیح دادم که فعلا بدون آمادگی خیلی آنچنانی برای درست کردن ویدیو از لحاظ محتوایی سعی بکنم که این اطلاعات رو به اشتراک بذارم که اگه این دوست عزیزمون یا دوستانی که سوالات مشابه دارن بتونن ازش زودتر استفاده بکنن. سوال اولی که پرسیده بودن این بود که در مورد خوندن زبان فرانسه در مدت کوتاه به صورت فشرده سوال کرده بودن. من از تجربه شخصی خودم بگم که چقدر طول میکشه و شدنیه مثلا در این مدت کوتاه اینا. من خودم در 6 ماه به صورت بسیار فشرده زبان فرانسه رو یاد گرفتم تا لول B1، چون اون موقع برای لیسانس، برای ورود به مقطع لیسانس شما به C1 نیاز نداری، برای فوق لیسانس به C1 نیاز داری. و من از صفر، یعنی من هیچی بلد نبودم زبان فرانسه، توی اون موقع 17 سالم بود، ولی 6 ماه به طور فشرده، یعنی من روزی 3 ساعت کلاس میرفتم 5 روز هفته و بعد صبحها تا بعد از ظهر تا زمانی که کلاس شروع بشه من دائما می نوشتم، می خوندم و البته سبک روش تدریسی هم که باهاش من یاد گرفتم تاثیر داشت. الیانس فرانسز رفتم، کلاسی الیانس فرانسز رو رفتم در ارمنستان که اگه آشنایی نداریم با این سیستمشون طوری هستش که شما از روز اول استاد که میاد داخل هیچ کلمه غیر فرانسوی استفاده نمیشه و واقعا خیلی پرچالش موضوع، مخصوصا برای منی که هیچ کلمه فرانسوی بلد نبودم. یعنی من واقعا فکر میکنم که کلمه بونژور هم نمیدونستم. اکثرا بچه ها با اینکه همه مبتدی بودیم اکثرا یه دانشی داشتن از زبان فرانسه ولی من نداشتم و برای من اوایلش خیلی 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 سخت بود، ولی آخر ترم من بالاترین نمره رو گرفتم. یعنی میخوام بگم که یه چیز شدنی هسته، شاید اولش یکم سخت باشه، نمیدونم غیر ممکن به نظر بیاد که شما هیچ کلمه فرانسوی بلد نیستی و استاد میاد داخل همه چیزو. من تا چند هفته تکلیف ها رو نمیفهمیدم و چون ارمنستانم بودم برای من جامعه جدیدی بود، مثلا آشنایی نداشتم، حالا از بچه‌ام خجالت میکشیدم بپرسم و اینا. خلاصه چند هفته من دائم میومدم کلاس، میفهمیدم که مثلا یه تکلیفی داشتیم من انجام ندادم. هدفم اینه که واقعا به معنای واقعی ما با این استاده اصلا غیر فرانسوی حرف نمیزدیم. خلاصه با این سیستم من توی 6 ماه سطح زبانم به سطحی رسید که 2 تا دانشجو از فرانسه اومده بودن خونه ما میموندن و فقط فرانسوی و فکر کنم اسپانیایی بلد بودن، انگلیسی بلد نبودن. من تنها کسی بودم که باهاشون میتونستم در خونم ارتباط بگیرم و خیلی راحت، یعنی همه چی رو با هم صحبت کنیم. و این از زبان فرانسه که حالا اگه شما بخواید مثلا تا C1 ادامش بدی، مثلا از همون اول، چون دوستم که سوال پرسیده بود فکر کنم تا C1 رو میخواست بدونه، من C1 رو طی دوران دانشگاه رسوندم به اون، یعنی صرفاً به صورت فشرده زبان فرانسه خوندن من برای رسیدن به سطح B1 بود که این در 6 تا 8 ماه این موضوع طول کشید. ولی خوب یادمه که بعد از 6 ماه من قشنگ میتونستم مکالمه بکنم، بفهمم. حتی یادمه توی رستوران یه زوج فرانسوی دیدم، رفتم باهاشون صحبت کردم. یعنی خیلی اعتماد به نفس زبان فرانسه بود، چون دائما هم توی این 6 ماه ما فرانسوی حرف زده بودیم. این از موضوع زبان فرانسه. در مورد رشته حقوق در فرانسه، من فوق لیسانس رو توی فرانسه خوندم.